من کتابی لیونید چگرین و اتو همدم را به زبان ازبکی ترجمه کردم. این کتاب در برای فعالیتی پیشوای ملت ما امام رحمان حکایت میکند. تا همین وقت در برای پیشوای ملت ما با زبان ازبکی کتاب‌های کم بودند. برای من خواستم که همین خوانندگان ازبک زبان با ایجاد فعالیت همین کارنامه امام رحمان شانس کنم. بعضی‌ها سوال دادن که چرا ادیب آمان ژومانوف محض این کتاب‌ها را انتخاب کرد تا یا این کتاب‌ها محض به خاطر این ترجمه شدن که شما آسان یعنی این جایزه را دریافت می‌کنید. نه کتاب بسیارن من شنیدم لیکن در گزیده ما که نصف باشه هفته میبرد بعد این وای می‌کنده هنوز به دستان نرسید. نه من شنیدم لیکن چشم خط دیدم نه همه حتی قرارش خوندم نه و میگن که اینجا همه آتا همدم مدیر شعبه رابطه وای بودن که مخصوص برای کتاب شما بودن شایستگی دیگه این گپای بچگانه اینجا آدمای کلان اشتباه وای عقل دارند همشه با ترازو میکشن لیکن ما این خیلی فکر نداریم من 3 بار پیشنهاد کردم کتاب‌های 3 بار یکم بار نگذاشت لیکن این وقت 3 مرتبه من اما این نوبت با این کتاب گذشت من صبر کردم هیچ که نگفتم یک روز همین مهنت خودش باشه میوده قدرش من در من این خیلی مخصوص برای مکافات پیشنهاد میکرده که ندارم من در این مدتی که شما این کتاب رو ترجمهش رو شروع کردید و انجام دادید و نشر شد آیا باری با پرزیدنت در ملاقات نشسته روبرو شدید و آگاه هستن پرزیدنت که شما این کتاب نه من در یگان نشست شروع کردم پرزیدنت نمیدونم ممکن آگاه هم یعنی این نمیدونم یعنی که ارتباط اتفاق نویسندگان ازبکستان با ادیبان ازبک زبان تاجیکستان چندان فعال نیست نه همین نیستن تماما چند سال است که هیچ علاقه نیست با اتفاق نویسندگان ازبکستان و فکر من بعد همین وای جنگی وای یعنی بعد جنگ داخلی پیش رفتم بود تا ما هم بسیار آدم رفتم وای میکنن که توش میبرن لیکن بعد این چخلی که وضعیت وای شد طی این چند سال این سردیا گذشت حاضر به نظرتون وضعیت چخیل است من دارم که اینا بهتر میشد برای من که چند کتابا من اونجا سپردم برای نشر کردن بیوای خب جهان ادبیات سپردم وای و شاهرخ ابریشمی وای عطا همدم وای برای نشر کار اگر مناسبت وای میشد گنده میشد وای قبول نمیکردن حاضر اصلا قبول میکنند و اکنون از این مکافات خوب گرفته من حاضر یک فکر دارم که نصر معاصر تاجر که 5 جلد کردنی یک جلدش برآمدگی من اینجا از عین سرکردگی ما از عین سرکردیم تا جوانان حاضر زمان اینجا تا پالمورا شریف وغیره دوم جلدش با از مطیران نجمی رفتگرشان همین کردن 3 کتاب تیار فقط اینا برای آوردنش کم مشکل داره است نوشتن آسان لیکن مشکل تر همین برای آوردن داود کردن در کار آدم یاسون در کار احوال نشریات ها هم بسیار بد است ما پولشان کم و همین کتاب 4 سال اینجا استاد 4 سال و نهایت گفتن که حتی 2006 هم 16 هم چاپ نمیشد گفتم لیکن ما انتظارش نمیتونیم عمر انتظار نمیشد حاضر هستیم پاگان نیستیم برای میراث رو جوی نشد من اینم با پول خودم وای کردم 200 تا برآوردیم دریافتم که شما با اهالی ازبک زبان تاجیکستان رابطه خوب دارید ملاقات ها میکنید عموما نظر و موقعشون چی است در ارتباط با مناسبت تاجیکستان و ازبکستان اینا انتظار دارن که همین رابطه ها بسیارتر نقش شود رفت آمد آدم ها بسیار آسان شود و مناسبات ها نقش شونده ما دیگه هیچ نمیخواهیم هم رفت آمد در نقش باشه این برای گلگشوی هر مملکت این فایده کلان دارد بار دیگر تشکر شما رحمت